آنها می توانستند زندگی کنند، مثل دیگران نفس کشند، آرزو بینند، به سن پیری برسند. اما زمان فرا رسید که بین زندگی خود و بقای ملت باید یکی را انتخاب می کردند و آنها ملت را انتخاب کردند. این سه قهرمان را نه مرگ شکست داد، نه شمشیر، نه غربت. آنها قربانی بیرحمی زمان گشتند، زیرا حقیقت را حفظ می کردند. نمی خواستند تاریخ ملت از یاد رود. برای تمدن جنگیدند که 1000 ساله ها روشنایی آفریده است. جسدهایشان دور ماند، اما روحشان هرگز از وطن جدا نبود. سالها گذشت، ولی تاریخ ناآرام بودن خاک آنها را احساس می‌کرد. و اینک روز فرا رسید که وطن فرزندان گمنام قهرمانش را باز به آغوش گرفت. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با این اقدام عارفانه نه تنها به تاریخ احترام گذاشتند، بلکه وجدان ملت را بیدار کردند. نه تنها چند کف خاک، بلکه شأن و شرف، ناموس و عار و هویت ملت را برگرداندند. نصرت الله مخزوم، شیرین شاه شاه تیمور، نثار محمد، جسم آنها کیها باز در میان ما نیست، اما نامشان هرگز از لوح تاریخ زدوده نخواهد شد. روح آنها امروز هم به این سرزمین نیروی بیداری می بخشد.